بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. الو. بیننده گرامی بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید و صدای تلویزیونتون رو ببندید. احمد از اهواز هستم. احمد از اهواز. احمد جان صدای تلویزیون رو ببندید لطفاً. احمد آقا، ما 2 تا کلیپ پخش کردیم، اگر که هر کدومش رو انتخاب میکنید در موردش صحبت میکنید در خدمت شما هستیم. کدوم کلیپ ها؟ چون من دیر تماس گرفتم و ندیدم اون کلیپ ها رو. یکی در مورد دروغ آیت الله قزوینی نسبت به شیخ الاسلام ابن تیمیه و دیگرم در مورد شرک که آخوند یوسفی میگه که همه علم و قدرت و همه چیز الله سبحانه و تعالی در اختیار ائمه است. خب ثانیاً شما 2 هفته قبل احمد جان 2 هفته قبل شما محمد بودید، دانشجوی حسابداری، یهو عوض کردید اسمتون. نه خب شما این هر وقت که صحبت کردیم شما یا ما رو به منتسب میکنید به محمد، یا یه بار به احمد، یه بار به علی. آقا احمد جان محمد جان، ما که خدای نکرده دشمنی شخصی با شما نداریم، شما رو هم نمیشناسیم، حتی نمیدونیم که الان شما موافق ما هستید یا مخالف ما. شما 2 هفته قبل تماس شما از همین شماره به اسم محمد، دانشجوی رشته حسابداری، تسجیل شده، ضبط شده در شبکه. حالا علی کل حال بفرمایید یکی از این 2 کلیپ رو انتخاب بکنید، در موردش صحبت کنید. ببینید آقای انصاری، من کاری به آقای قزوینی ندارم. هر کسی با شما تماس گرفته نظرش در مورد آقای قزوینی میخواد. آقای قزوینی یه نکته گفته، خودش باید جوابگو باشه، شما ازش دعوت کنید خود ایشون جوابگو باشه. اما من سوال باشه، ما از ایشون دعوت خواهیم کرد. آقا محمد، من از شما شیعه هستید آقا محمد؟ آقا احمد؟ بله من شیعه هستم. من از شما میپرسم به عنوان یک شیعه که یک روایت صحیح در اثبات امامان 12گانه تون از کتاب‌های خودتون بیارید. بله، برای امامت خودمون. بله. بفرمایید. ببینید ما در تعریف امام از آیه 124 سوره بقره استفاده میکنیم. آیه 124 سوره بقره. بله. بخونید. فرماید انی جعلک للناس اماما. بله. خب اینجا که خداوند بعد از کلی امتحان از حضرت ابراهیم ایشون رو به درجه امامت رسوند. خب بعد حضرت ابراهیم فرمودند که این امامت شامل ذریه من می شود یا خیر؟ خداوند فرمود که نه، افرادی که ظالم هستند این منصب امامت و جایگاه امامت رو به اونا نمیدن. خب حالا ما در روزگار حاضر ما اگر بخوایم برای خودمون امامی احمد جان این روایت این آیاتی که شما ذکر کردید، این آیه که شما ذکر کردید بعد از اینکه الله سبحانه و تعالی به حضرت ابراهیم علیه السلام نعمت پیامبری رو داد و ایشون رو امتحان کرد در قضیه ذبح فرزندش، در قضیه بنای کعبه، در اموری که به اصطلاح ایشون از همه این امتحانات سربلند خارج شد. الله سبحانه و تعالی به ایشون فرمود که اینی جاعلک للناس اماما. این امامت به عنوان یک منصب بعد از پیامبری به حضرت ابراهیم داده شد. بله، بعد از پیامبری به حضرت ابراهیم داده شد. نه، اون جایی که چرا
شما آیه امروز ببینید احمد جان، این به عنوان یک منصب داده نشد، بلکه به عنوان یک فضیلت به ایشون داده شد. چرا؟ امروز وقتی که شما حج ببینید، این به عنوان یک فضیلت، مثلا امروز وقتی که شما، چرا فضیلته؟ خدا داره میگه من تو رو جعل کردم به عنوان امام. چه فضیلتیه؟ آقای محترم برادر عزیز، امروز ابراهیم برای شما امام هست یا نیست؟ بله امامه. چون که در اینجا میگه که انی جاعلک للناس اماما، یعنی برای همه مردم. درسته؟ آقای انصاری، اگر ابراهیم امروز برای شما امام است، پس حضرت مهدی چه کار است؟ آقای انصاری من بخونم، احمد جان، آقای انصاری من بخونم برای شما. ببینید بله، شما لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید، من برای شما میخونم. آقای محترم من برای شما میخونم. بخونم برای شما، من بخونم برای شما. و ابتلا ابراهیم ربه، درسته؟ بله. بکلمات فاتمهن، یعنی بعد از این که این خدا ابتلاها چی بود؟ این ابتلاها چی بود؟ این ابتلاها چی بود؟ ابتلاها مانند فرزندش، رها کردن فرزندش، مانند دستور به ذبح حضرت اسماعیل و امتحانهای دیگه. درست. بعد خداوند میفرماید قال انی جاعلک للناس اماما. کی بعد از اینکه مورد در ابتلاعات حضرت ابراهیم سربلند خارج شد. یعنی بعد از اینکه اگر فضیلت باشه، چه فضیلتی بالاتر از نبوته؟ خود حضرت ابراهیم نبی بود، پیامبر بود، فضیلتی دیگه کامل هست. اما اینکه خدا اومد یه فضیلت بالاتر، یک منصب بالاتر، که بعد از امتحان من منصب بالاتری به تو دادم ای ابراهیم. چیه؟ امام. انی جاعلک امام، جاعلک للناس اماما. بعد حضرت ابراهیم میفرماید خداوندا قال و من ذریتی، آیا ذریه منم این فضیلت رو میگیرن؟ قال لا ینال عهدی الظالمین. یعنی چی؟ یعنی این امامت من که به تو دادم ای ابراهیم شامل افراد ظالم نمی شود. خب حالا ما وقتی آیه سوره نساء آیه 59 رو بخوایم بخونیم، آیه انصاری، نه در همین آیه در همین آیه الله سبحانه و تعالی در اینجا بعد از اینکه ابراهیم رو امتحان میکنه و از این امتحانات سربلند خارج میشه، ایشون رو برای همه انسانها امام قرار میده. درسته؟ اینی جاعلک للناس امام، در هر زمان و در هر مکان. شما ببینید اون زمان اگر حضرت رسولی قرار نبود به عنوان پیامبر باشد، خب همونطوری که ما احناف داشتیم. ببینید آقای انصاری، ما قبل از بعثت پیامبر مردم حنفی بودن، یعنی احناف یعنی موحد بر دین حضرت ابراهیم بودن. ولی وقتی حضرت پیغمبر مبعوث شد دیگه ما دین و مذهب جدیدی حضرت رسول بیان کردن در راستای تمام انبیا. ببینید آقای انصاری، ما الان بحثمون سر امامت اگر هست، شما میاید میگید شیعیان کافرن، رافضیان، همه چی. چرا؟ نه ما این حرف رو نزدیم. چرا؟ شما الان ما شیعیان، ببینید شما هر کسی که با خلفا مخالفت بکنه رو کافر میدونید. نه کی گفته؟ کی گفته؟ در کجا گفته؟ کی گفته این؟ کی گفته؟ چرا به ما میگید رافضی؟ چرا میگید به ما؟ در کجا گفته؟ در کجا گفته کسی که با خلفا مخالفت کردن کافرن؟ من کجا گفتم اینو؟ یکی از علمای اهل سنت اینو گفته؟ منهاج السنه رو در بیار، قسمت خلفا. خب قسمت دلایل خلفای ابوبکر. گفته کسی که با اینا مخالفت کرد کافره. بخونید نصشو. کسی که با اینا مخالفت کرد کافره. صریحه. بله بخون. صریحه. بخون. ببین احمد آقای گل،
احمد آقا، بله شما الان همه بینندگان شاهد بودن که من به شما وقت کافی دادم که شما بیایید امامت رو از قرآن ثابت بکنید. شما آمدید به همین آیه‌ای که در مورد حضرت ابراهیم بود گفتید که امامت رو ثابت میکنید. این آیه در مورد حضرت ابراهیم، امامت حضرت ابراهیم رو ثابت کردید. ما هم برای شما یک کف میزنیم، همه بینندگان هم به شما احسن میگن. امامت 12 امام رو از کجا ثابت میکنید؟ شما اول ما کاری به ما 12 امام نداریم. شما امامت خلیفه اول رو ثابت کن. آقای محترم، بیننده گرامی، امامت در نزد شما از همه ارکان دین ارزشش بالاتره. کسی که یک امام رو امامتش انکار بکنه کافره. احمد جان گوش کن، احمد جان برادر عزیز، شما یک آیه‌ای که احمد جان، شما یک آیه‌ای که در مورد فضیلتی که به سیدنا ابراهیم داده شده، امامت برای همه مردم تا روز قیامت، شما به اون استدلال باطل کردی برای امامت 12 امامتون. لطفاً برای 12 امام یک دلیل از قرآن بیار. آقای انصاری، بله، شما خلافت ابوبکر رو از قرآن ثابت کن. احمد جان، تو که داشتی همینطور توضیح، ببینید من اونو ثابت میکنم، من قول بهت میدم که اونو ثابت میکنم، من ثابت میکنم، از قرآنم ثابت میکنم، از قرآنم ثابت میکنم. گوش کن احمد جان، احمد برادر عزیز، تو که احمد آقا، تو که عرب هستی، میفهمی، خودتو به کوچه حسن چپ نزن. ببین الله سبحانه و تعالی در اون آیه فضیلتی رو برای سیدنا ابراهیم که امامت مردم باشه ثابت میکنه. امروز اگر تو به طرف کعبه نماز میخونی، این کعبه رو کی ساخته؟ ابراهیم علیه السلام ساخته. پس به نوعی شما هم پیروی میکنی از ابراهیم. اگر حج میکنی، این حج برمیگرده به اسماعیل و به هاجر و به ابراهیم علیه السلام. پس نوعی ابراهیم امام شما هست. اگر تو امروز با این آیه امامت ابراهیم رو ثابت میکنی، پس این حضرت مهدی که امروز به عنوان امام قبولش دارید که غایب است چی کار است؟ این اولا. ثانیاً من عرض کردم آقای محترم، من عرض کردم خدمت شما احمد جان، در اوزه بهتون یاد ندادن که وقتی طرف مقابل داره صحبت میکنه شما خاموش باشید، با جان و دل گوش کنید، بعداً بهتون که فرصت داد جواب بدید. همین امامتی که من عرض کردم، همین امامتی که عرض کردم که سیدنا ابراهیم بعد از اینکه از امتحانات الله سبحانه و تعالی سربلند خارج شد، الله سبحانه و تعالی این فضیلت رو بهش داد. نه یک مقام، نه یک منصبی بعد از نبوت، هیچ منصبی بالاتر از نبوت نیست، اما پیامبران الهی بعضی بر بعضی دیگر طوری که در قرآن کریم گفته فضیلت دارن. به خاطر چی؟ به خاطر امتحانایی که دادن، به خاطر اعمالی که انجام دادن. من و شما و هر انسان دیگه میتونیم که امام بشیم، همونطوری که ابراهیم علیه السلام از الله سبحانه و تعالی خواست که اون رو و ذریه‌اش رو امام قرار بده. من و تو هم از الله سبحانه و تعالی میتونیم همین دعا رو بکنیم و الله سبحانه و تعالی ما رو قرار میده امام. در سوره فرقان آیه 74 الله سبحانه و تعالی در اینجا چی میگه؟ والذین یقولون ربنا، کسانی که میگویند پروردگارا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، از همسرانمان و فرزندانمان مایه روشنی چشم به ما عطا فرما و ما را برای پرهیزگاران پیشوا قرار بده. هر کسی که انسان مؤمن باشه و این صفاتی رو که در این آیات در اینجا اومده، کسانی که عمل صالح انجام بدن، توبه بکنن، شهادت زور ندن، اعمال زشت انجام ندن، الله سبحانه و تعالی را ذکر بکنن، بعد اینا انسان‌هایی میشن که الله سبحانه و تعالی اینها رو امام قرار میده، حتی از ذریه اینها. بعد از اون ثواب و پاداشم که در ادامه این آیات ذکر کرده. پس منم امامم، تو هم اگر آدم خوب باشی امام میشی، فرزندان تو هم میتونن امام بشن. این که دلیل نشد. آقای انصاری، شما نمیذاری صحبت کنم. الان بفرمایید صحبت کنید. الان من خب من الان میخوام بگم این خیلی خوب تفسیر دست شما در نکنه، تفسیر خوبی هم از آیه دادید. حرف ما هم همینه، ما هم گفتیم حضرت ابراهیم امام، شما هم الان میگید.
ولی فرق ما با شما اینه، ما میگیم منصب، شما میگید فضیلته. خب حالا من یه سوال دارم. ببینید ابن تیمیه در منهاج السنه می نویسه من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر. خب احمد جان، احمد آقا، کسی که خلافت ابوبکر رو انکار بکنه کافره. تموم شد. من مرد مردانه الان اقرار میکنم، شهادت میدم کسی که خلافت ابوبکر رو انکار بکنه کافره. لکن جناب عالی وقتی که اومدی امامت رو از این آیه ثابت بکنی، از برای خدا میگی امامت در نزد شما منصبه، اگر منصبی است که از طرف الله سبحانه و تعالی داده میشه به کسی، آیا جایز هست که تو احمد آقا به عنوان یک مسلمان از خدا بخوای که تو رو پیغمبر بکنه؟ چون پیامبری یک منصب است. جایز نیست. هیچ انسان عاقل اینو نمیگه که خدایا منو پیغمبر بکن. هیچ کسی اینو نمیگه. پس چرا در اینجا الله سبحانه و تعالی در اینجا ما رو تشویق میکنه که از الله سبحانه و تعالی مقام امامت رو طلب بکنیم؟ یعنی اینکه هر انسان میتونه امام باشه. شما میتونی امام باشی، من میتونم امام باشم، فرزندان منم میتونن امام باشن. آقای انصاری این از شما دور همچین تفسیری. شما که ادعا میکنی مطالب و خوب بلدی، از این تفسیر رو نباید نگاه بکنی. احمد جان گوش کن حرف منو. در اونجا ابراهیم الله سبحانه و تعالی اینی جاعلک للناس اماما، در آیه 74 سوره فرقان الله سبحانه و تعالی به ما یاد میده که دعا بکنیم که پروردگار ما رو امام قرار بده برای متقین. خب چه فرقی داره بین این دوتا؟ ببینید شما دعا کن، شما مختاری، شما دعا کن خدایا اگر بشه منو پیغمبر بکن، هیچ اشکالی نداره. کی میگه؟ این کفره. احمد جان کفره. این کی گفته کفره؟ من میگم کفره، چون پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیا هست و الله سبحانه و تعالی اختیار میکنه از بین بندگان. یعنی نبوت و رسالت منصبی نیست که تو به وسیله دعا برسی. الله سبحانه و تعالی اختیار میکنه از بین بندگانش. احسن همینو ما میخوایم بگیم که آقا امامت و منصب خداییه، خدا میده. شما دعا کن، بگو خدایا منو امام قرار بده. اگر خدا بخواد میتونه امام قرار بده. یعنی بعد از 12 امام شما منم میتونم امام بشم؟ ببینید آقای انصاری ربطی به 12 جواب من رو بده. بعد از 12 امام شما من میتونم امام بشم؟ نه برگرد. نه آقای انصاری برگرد سر حرف اولی. ببین ما داریم در مورد امامت صحبت میکنیم که میخوایم مشخص کنیم امامت به انتخاب مردمه یا به منصب الهیه. شما میگید امامت به منصب الهیه. وقتی امامت به منصب الهی هست ما نمیگیم منصب الهی است که ما نمیگیم منصب الهی است. ما نمیگیم منصب الهی است. نبوت منصب الهی است. نبوت منصب الهی است. امامت فضیلتی است که الله سبحانه و تعالی به هر بنده متقی و پرهیزگارش میده. این برمیگرده به اعمال تو. آقای انصاری برید ببینید کتب عقایدی شما چی نوشته شده که امامت خلافت ابوبکر از قرآن و روایت ثابت نمیشه، با اجماع ثابت میشه. آقای محترم برادر بزرگوار، شما به خلافت ابوبکر و عمر کاری نداشته باش. شما بیا همین معضله امامان خودتو حل بکن. شما اومدی اینجا برای من یک دلیل بیاری از قرآن برای امامت 12 امام. این دلیل شما امامت برای همه بشریت است. یعنی هر کسی در هر گوشه دنیا میتونه امام بشه. بابا شما قاطی کرد آقای انصاری. تشکر از شما احمد جان. تشکر از شما. تشکر برادر. چرا نمیذاری جواب بدی؟ تشکر از شما. چرا نمیذاری جواب بدی؟ شما آقای محترم احمد جان شما جوابی ندارید. جواب نداری. جواب ندارم چیه؟ دارم صحبت میکنم. تشکر از شما. احمد جان سر صدا نکنید. به جای سر صدا کردن حرف بزنید. به جای سر صدا کردن دلیل بیارید. منطقی صحبت بکنید. 20 دقیقه است شما پشت خط هستید. هزاران نفر دیگه اینجا سعی میکنن، تلاش میکنن که زنگ بزنن، خطا مشغوله، نمیتونن که تماس بگیرن، به خاطر اینکه شما این بندازی عقل و منطق نداری که من خدمت شما عرض کردم 12 تا امام تو از قرآن برای من ثابت بکن. رفتی دلیل آوردی برای مطلبی که امامت همه بشریت رو ثابت میکنه.
یک روسی، یک آمریکایی، در هر قرن، در هر زمان، یک ایرانی، افغانی، تاجیک، هر مسلمان میتونه که امام بشه. الله سبحانه و تعالی به ما یاد داده که دعا بکنیم که بگیم پروردگار ما رو امام قرار بده. اما احمقی پیدا میشه در بین شیعه و سنی و گبر و ترسا و هر دین و مذهبی که دعا بکنه خدای منو پیغمبر بکن. چه حرف احمقانه ای است. الله سبحانه و تعالی نبوت رو اختیار میکنه، برمیگزینه از بین انسانها. اما امامت یک فضیلت است. مثل که شما میشی انسان متقی، پرهیزگار، این یک فضیلت است. تقوا یک فضیلت است. ایمان بالا یک فضیلت است. الله سبحانه و تعالی به وسیله اعمال شایسته شما رو میتونید به منصب امامت برسید بدون چون و چرا، و همین منصب رو برای خودت و فرزندانت همه ادعا بکنید. یک کمی فکر بکنید، سخنانتون تناقض در تناقض است. اگر که ابراهیم تا روز قیامت برای همه بشر امام است طبق اون آیه‌ای که بهش استدلال کردید، پس این امام زمان شما چی کار است؟